امروز ما خود را وقف کاهش وزن می‌کنیم. بسیاری از افراد از عواقب وزن بیش از حد بدن رنج می‌برند. فشار خون بالا، دیابت نوع 2، مشکلات مفصلی و سرطان از جمله بیماری‌هایی هستند که می‌توانند از افزایش وزن به وجود بیایند. 2 راه برای کاهش وزن وجود دارد. اول، ما مانند قبل غذا می‌خوریم، اما کالری بیشتری مصرف می‌کنیم زیرا بیشتر حرکت می‌کنیم. اگر هر روز 6 کیلومتر بیشتر پیاده روی کنید، می توانید در هفته نیم کیلوگرم وزن کم کنید. این بد نیست. روش دیگر، ما در هزینه غذا صرفه‌جویی می کنیم. این فقط کمید نیست که مهم است، بلکه این مهم است که چه غذاهایی می خوریم. سبزیجات خام یا بخار شده تقریباً کالری ندارند. به عنوان مثال، 1 کیلوگرم خیار کمتر از 100 کیلوکالری دارد. 12 گرم کره دقیقاً همان مقدار کالری دارد و 80 گرم ژامبون بدون چربی نیز همین مقدار کالری دارد. انتخاب غذای مناسب تفاوت زیادی ایجاد می کند. ماست کالری کمتری نسبت به همان مقدار خامه دارد. اساساً باید چربی و قند را بیشتر از پروتئین کاهش دهید. همین امر در مورد نوشیدنی ها نیز صدق می کند. آبجو، شیر، آب میوه یا لیموناد با شکر همگی بین 100 تا 130 کیلوکالری در هر 4 لیتر دارند. چای، آب و آب لیمو بدون قند کالری ندارند. همچنین می توانید با نوشیدنی ها وزن خود را کاهش دهید. ترکیب هر دو استراتژی بهینه است. بیشتر ورزش کنید و کالری کمتری مصرف کنید. توجه به هر مواد مغذی مهم است. مصرف پروتئین، کربوهیدرات و چربی باید به میزان لازم ادامه یابد. ویتامین ها، مواد معدنی و عناصر کمیاب نیز نباید از دست برود. کاهش وزن باید به آرامی انجام شود. بهتر است فقط 1 یا 2 کیلوگرم در ماه کم کنید. اگر خیلی سریع وزن کم کنید، در خطر بازگشت به زودی آن هستید. این ناامید کننده است. اگر می‌خواهید به طور پایدار وزن کم کنید، به زمان بیشتری نیاز دارید.